اگر نماز را برای سالها قضا کرده ایم آیا باید همه آنها را قضایی بخوانیم؟ Mr. Zakir Naik. It's Iman from Afghanistan. I'm 15 years old and I'm a Muslim. I have two questions. When does Salah become fard for a person? Is it the age of puberty or age of 10? سلام آقای زاکر نایک. من ایمان از افغانستان هستم. 15 ساله هستم و مسلمانم. دو سوال دارم. نماز در چه سنی بر فرد فرض می شود؟ آیا این سن بلوغ است یا سن 10 سالگی؟ سوال دوم، درباره نمازهای قضا شده چی باید کرد؟ متاسفانه من سالها نماز نخواندم. آیا فقط باید توبه کنم یا آنها را قضایی بگیرم؟ و اگر باید قضایی بگیرم برای چند سال باید این کار را انجام دهم؟ چون من در سن 14 سالگی بالا شدم و حالا 15 ساله هستم. آیا باید فقط 1 سال قضایی بگیرم یا 5 سال؟ در چه سن نماز فرض می شود؟ نماز با رسیدن به سن بلوغ فرض می شود و سن بلوغ بین افراد مختلف و بین جنسیت های مختلف فرق می کند. چی پسر باشد چی دختر، چی در یک کشور سرد زندگی کند یا گرم، چی در هند زندگی کند یا افغانستان یا امریکا. اگر دختر باشید سن بلوغ وقتی است که شما شروع به قاعدگی میکنید. یک دختر میتواند از سن 13 یا 14 سالگی قاعدگی را شروع کند. گاهی حتی در 12 سالگی یا حتی در 10 سالگی آغاز میکند. به عنوان یک دکتر به شما میگویم که دخترها حتی در سن 9 سالگی میتواند قاعدگی را شروع کنند. پس روزی که یک دختر قاعدگیش را شروع میکند روزی است که به بلوغ میرسد و آن زمانی است که نماز بعد از همان قاعدگی بر او فرض می شود و برای پسر هم همین طور است. پس سن متوسط ممکن است 13 یا 14 باشد، گاهی حتی دیرتر و در سن 15 سالگی. و از آنجا که شما گفتید در سن 14 سالگی به بلوغ رسیده، پس از آن زمان نماز بر شما فرض شده است. اگر پسر باشید طبیعتاً از زمانی که بلوغ شما شروع می شود و نشانه های بلوغ ظاهر می شود همان زمانی است که نماز بر شما فرض می شود. برای پسر هم همین طور است. ممکن است در سن 14 سالگی، 15 سالگی یا حتی 13 سالگی باشد. این سن بسته به افراد متفاوت است. پس در مورد شما از آنجا که گفتید در سن 14 سالگی به بلوغ رسیدید، نماز از سن 14 سالگی بر شما فرض شده است و شما گفتید که حالا 15 ساله هستید. بنابراین شما 1 سال نماز فرض را از دست داده اید، نه 5 سال. سوال شما این است که آیا باید نمازهای از دست رفته را قضایی بخوانیم یا فقط توبه کنیم؟ دو نظر در این مورد وجود دارد. یک نظر این است که شما باید نمازهای قضا شده را جبران کنید، بدین معنا که هر بار که نماز فریضه مانند فجر، ظهر، عصر، مغرب یا عشا را میخوانید باید نماز اضافی نیز برای زمانهایی که از دست داده اید بخوانید. این یک نظر است. اما نظر صحیح تر این است که اگر شما نماز را عمدی و یا قصدی ترک کرده اید هیچ جبران یا کفاره لازم نیست. پیامبر عزیز ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در احادیثی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم ذکر شده است بیان کردند که اگر کسی نماز را فراموش کند هیچ جبران بر آن وجود ندارد و به محض که به یاد آورد باید نماز را به جا آورد. روایت دیگر نیز میگوید که اگر کسی بخوابد و نماز را نخواند به محض که بیدار شد و به یاد آورد
باید نماز را به جا آورد و هیچ جبران یا کفاره بر آن لازم نیست. به محض بیدار شدن باید نماز را ادا کند. بر اساس این احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم بسیار صریح و واضح بیان کردند که اگر نماز را به خاطر فراموشی یا خواب از دست دهید هیچ جبران یا کفاره لازم نیست. به محض که به یاد آوردید باید بلافاصله نماز را بخوانید و نباید تا نماز بعدی صبر کنید. الله جل جلاله شما را مسئول نمی‌داند و بر آن گناهی نیست. نظر دوم که نظر صحیح تر علمای دین است این است که اگر نماز را به عمدن و به خاطر کسالت تنبلی به تعویق انداخته اید از دست داده باشید و یا یک بار در روز آن را به جا آورید یا ممکن است برای سالها نماز نخوانده اید. بر اساس این نظر که نظر صحیح تر است هیچ جبران یا کفاره برای نمازهایی که به عمدن از دست داده اید وجود ندارد و این یک گناه بزرگ است و تنها راه حل آن توبه به درگاه الله جل جلاله است. باید از الله جل جلاله طلب آمرزش کنید و توبه کنید و ان شاء الله الله جل جلاله شما را خواهد بخشید. برای جبران آنچه که از دست داده اید هیچ کفاره وجود ندارد، اما علما پیشنهاد میکند که می توانید با انجام نمازهای نفل و انجام نمازهای سنت مؤکده و سنت غیر مؤکده و همچنین یا انجام کارهای نیک بیشتر مانند صدقات و کمک‌های خیریه اقدام کنید. انجام این کارها میتواند جبران گناهان گذشته شما باشد، اما نیازی به تکرار و با جا آوردن نمازهای از دست رفته نیست. این نظر توسط خلیفه دومین اسلام حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه و پسرش عبدالله بن عمر و همچنین توسط دیگر صحابه ها نیز دنبال شده است. احادیث زیادی تایید میکند که عمدن ترک کردن نماز گناه است و نیاز به جبران آن وجود ندارد، بلکه باید طلب آمرزش کرد. این دیدگاه همچنین توسط ابن حزم رحمت الله علیه و علمای مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن قیم و ابن شوقان نیز تایید شده است. علمای معاصر نیز این نظر را دارند. شما برادر ما ایمان 1 سال از نمازها را به خاطر اینکه در سن 14 سالگی به بلوغ رسیدید قضا کرده اید. با این حال نیازی به تکرار نمازهایی که در آن 1 سال قضا شده است ندارید. به جای آن بر افزایش نمازهای نفل، نمازهای سنت مؤکده و غیر مؤکده، نماز تهجد، روزه گرفتن بیشتر و دادن صدقات بیشتر بپردازید. انشاءالله امیدوارم الله سبحانه و تعالی شما را ببخشد و برکاتتان را افزایش دهد. امیدوارم که این پاسخ بسازد.